امام غزالی میاره، ابن حزم میاره، این سمی یوسف موسیقی خوب داره. و حقیقت دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه راحت میکنه. و حقیقت دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حقیقت دلیل عقلی هم میبره که فطرت انسان است. موسیقی میگه راحت میکنه. حتی بعضی ها یکی از جمله کلمات کفری است که بعضی مسلمان های ضعیف الایمان و بیوقوف و نواقف و جاهل میگوید که موسیقی غذای روح است. معاذ الله. اگر کسی چنین کلمه تکلم کنه به فتوای الله جل شانه از اسلام خارج میشه. غذای روح لا اله الا الله محمد رسول الله است. غذای روح نام الله است. غذای روح تلاوت کلام الله است. غذای رو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر عمل شرکی و کفری را آوردن به نام غذای رو. سنت هندونیسم آوردن داخل زندگی مسلمان به حیث نشاط و خوشی و رسم و رواج و سنت بیبی و بابا و اجداد و شادی. اسلام چی میگن؟ مسلمان کی میگن؟ مسلمان کسی که تسلیم به دین الله باشه، تسلیم به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اگر تمام نظام کائنات، تمام کاخهای ریاست جمهوری های دنیا رو به او خط بدن، با یک سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باید برابر نکنه. مسلمانی تو کثیر میگن. مسلمان باید مؤدب باشه، مسلمان باید محقق باشه، مسلمان باید متوجه باشه ایمان و تقوا و عقیده خوبی که داره خدای نخواسته آلوده به شرک و کلمات کفری و طاغوتی نشه.